به نام خدا. سلام، من ستاره علی اسگری هستم و خیلی خوشحالم که توی یک ویدیوی دیگه در خدمت شما دوستای عزیزم هستم. این بار با بررسی 10 تا از شوینده های پوست خشک ایرانی اومدم تا بررسیشون کنی و در نهایت هم یک شوینده پوست خشک خوب از برند کره‌ای براتون مثال بزنم، با هم دیگه بررسی کنیم و معیار خوبی دستمون بیاد که بتونیم انتخابای بهتری داشته باشیم. من توی پیج اینستاگرامم هر روز محصولات پوستی رو بررسی میکنم. اگر دوست داشتین میتونین از مطالب اونجا هم استفاده کنین. بریم با هم شوینده های پوست خشک ایرانی رو دونه دونه بررسی بکنیم. اولین محصولی که من انتخاب کردم شوینده پوست خشک از برند سریکیت هستش. اینجا فقط ویژگی‌های منفی محصولات رو براتون میگم. این شوینده با اینکه برای پوست خشک طراحی شده ولی حاوی سورفاکتانت آنیونی سدیم لور سولفاته که به مرور زمان پوست خشک رو دهیدراته میکنه. همچنین حاوی نگهدارنده های غیر ایمنی مثل DMD هیدانتوئین و متیل کلورو ایزوتیازولینون و متیل ایزوتیازولینون هستش که DMDM هیدانتوئین آزادکننده فرمالدهید و سرطانزاست و متیل کلورو ایزوتیازولینون و متیل ایزوتیازولینون تحریک کننده های شدید پوستی هستن. یعنی برای پوست خشک علنا نباید این ترکیبات رو استفاده کنه. محصول بعدی که متاسفانه خیلی معروفه و فروش داره و من زیاد توی داروخانه ها میبینم شوینده پوست خشک از برند هیدرودرم هستش. ویژگی های منفی این محصول سدیم لور سولفات و منیزیم لور سولفات که جزء سورفاکتانت های آنیونی پوست رو به مرور زمان خشک و دهیدراته میکنه. همچنین حاوی نگهدارنده های غیر ایمنی مثل DMDM هیدانتوئین که آزادکننده فرمالدهید هستش و حاوی پارابن ها، همچنین حاوی سدیم کلراید یا نمک و همچنین حاوی اسانس. همه اینها به مرور زمان سد دفاعی رو نابود میکنه. محصول بعدی که خیلی منو شوکه کرد مناسب پوست کودکان طراحی شده. البته بگم من خیلی از محصولات دیگه‌ای که مناسب پوست کودکان بود و بررسی کردم و متاسفانه نگهدارنده های غیر ایمن رو توی همشون دیدم، ولی خب اینو آوردم به عنوان نمونه نشونتون بدم. این شوینده مناسب کودکان از برند لامینین هستش که ویژگی‌های منفیش نگهدارنده هاشن که میشه متیل کلورو ایزوتیازولینون و متیل ایزوتیازولینون که در طولانی مدت پوست رو به شدت تحریک میکنه و اصلا مناسب پوست کودکان نیست. من متعجبم که چرا محصولی که مناسب پوست کودکانه باید اینا رو داشته باشه. البته بگم توی تمام محصولات ایرانی من محصولی فاقد اسانس پیدا نکردم. یعنی اگر اسانس نداشت حتما رنگو داشت. یک محصول کاملا تمیز و سیفیه و پیدا نکردم. شما اگه چنین محصول ایرانی سراغ دارین حتما توی کامنت ها برام بنویسید. این سه تا شوینده رو به خاطر سورفاکتانت های آنیونی و نگهدارنده های غیر ایمنش بهش امتیاز 0 از 10 دادم. بریم شوینده بعدی رو بررسی بکنیم که امتیاز 4 از 10 بهش دادم. اونم به خاطر نگهدارندشه که یه مقداری کمتره و شوینده پوست خشک درمالوک هستش. امتیازهای منفیشو فقط میگم. عطر داره، سدیم ادتا داره که یه مقداری میتونه حساسیت ایجاد کنه و نگهدارندش ایزوتیازولینون هستش. محصول بعدی از برند آردن آتوپیا هستش که این برند ادعا میکنه محصولاتش مناسب پوست‌های خشک و اگزماییه، ولی خب توی ترکیباتش من موارد مشکوکم دیدم. شوینده پوست خشک آردن آتوپیا ترکیبات خیلی خوبی داره. توی نگاه اول خیلی شگفت زده میشی. هیالورونیک اسید، اسیدهای چرب، کلسترول، سرامید، همه ترکیباتی که برای تقویت سد دفاعی لازمه رو داره. اما خب متاسفانه به خاطر اینکه حاوی سورفاکتانت آنیونی، سورفاکتانت آنیونی برای ما اولویت دارن که داخل فرمولاسیون شوینده هامون نباشن، چون که میدونیم توی طولانی مدت پوست ما رو خشک و دهیدراته میکنن و این محصول متاسفانه سورفاکتانت آنیونی داره. حالا سدیم ادتا هم داره که اون میتونه کمی پوست رو حساس کنه، ولی بیشترین ضرری که داره سورفاکتانت آنیونیشه که من به خاطر همین امتیاز 5 از 10 بهش دادم. محصول بعدی شوینده پوست خشک از برند درماتیپیک هستش که واقعا همه ترکیباتش فوق العاده است و ای کاش که نمک نداشت. تنها ویژگی منفی این محصول سدیم کلورایده. شاید بهم بگی خیلی سختگیری، بی خیال، این چیز خاصی نیست، ولی خب نمک به مرور زمان پوست رو خشک و دهیدراته میکنه به خاطر اینکه خیلی سریع آب پوست رو به سطح میکشه و باعث تبخیرش میشه. حالا ادتا هم داره که یه مقداری پوست رو حساس میکنه، ولی اگر این دوتا توی فرمولاسیونش نبود خیلی کیفیت بهتری داشت. محصول بعدی هم فوم شستشویی از برند کاپیدرما هستش که مناسب پوست خشکه و اون هم به خاطر سدیم کلراید و اسانس امتیاز 6 از 10 از من گرفت. به خاطر اینکه نتونستم چشم پوشی کنم. بالاخره دوست دارم که یک محصولی باشه که همه جوره ایمن باشه و برای پوست مناسب باشه که من با خیال راحت بتونم به پوستم بزنم. محصول بعدی شوینده هیدروسل از برند لایسله. درسته که گفته مناسب پوست خشکه، ولی ترکیباتش رو که نگاه میکنی میبینی مناسب پوست نرمال یا حتی چرب هم میتونه باشه، چون که یه مقداری احساس کشیدگی رو ایجاد میکنه روی پوست و تنها امتیاز منفیش توی ترکیباتش عطر و سدیم ادتا هستش. یه مقداری پوست رو حساس میکنه، ولی با توجه به اینکه زیاد ترکیبات امولینت و روغن‌های گیاهی نداره من زیاد برای پوست خشک پیشنهادش نمیکنم، ولی با این حال محصول ایمنیه. محصول بعدی مثل ضد آفتابش واقعا منو شگفت زده کرد و ای کاش که داخل ترکیباتش رنگ نداشت.
ژل شستشویی از برند ژیناژن همه جوره برای پوست خشک مناسبه. سورفاکتانتش ملایمه، ترکیبات هومکتان آبرسان خوبی داره، روغن‌های گیاهی داره و ای کاش که رنگ نداشت دیگه. اگر رنگ نداشت امتیاز بیشتر از من میگرفت، ولی خب 8 از 10 هم امتیاز خوبیه برای محصولات ایرانی. ویتالایر رو براتون جا انداختم. شوینده پوست خشک ویتالایر تنها امتیاز منفیش اینه که حاوی اتانول و اسانسه. شاید بگین که چیزی نیست، ولی خب اتانول اصلا نباید توی محصولات باشه، به خاطر اینکه بچه‌ها اتانول و سدیم کلراید خیلی زود آب رو به سطح پوست میکشونن و باعث تبخیرش میشن و همینجوری پوستمون دهیدراته هست. دیگه دهیدراته تر از اینش نکنیم دیگه با انتخاب محصولات اشتباه. من امتیاز 5 از 10 به این محصول دادم، به خاطر اینکه اتانول مهمه دیگه، نباید باشه. حالا فکر نکنین همه محصولات خارجی این کیفیت رو دارن و نه. حالا من محصولات خارجی بی کیفیت هم که خیلی بنامن براتون میارم، ولی خب الان محصولات کره‌ای خیلی کیفیت‌های بالایی دارن. من واقعا خوشحال میشم وقتی میبینم یک محصولی تماما ایمن و مفید برای پوست و امیدوارم که کیفیت محصولات ایرانی یک روزی به پای کیفیت محصولات کره‌ای برسه. برای نمونه من شوینده هیالورونیک اسید آنوا رو براتون آوردم که ببینیمش و اونو معیار قرار بدیم. توی ترکیباتش تماما ترکیبات ایمنی داره، تماما ترکیبات مفیدی داره. 8 نوع هیالورونیک اسید با 8 تا وزن مولکولی مختلف داره که پوست رو در سطوح مختلف آبرسانی کنه. به جز اون ترکیبات هومکتانت و آبرسان دیگه هم داره. علاوه بر اون روغن اسکوالن داره، سرامید داره، همچنین پروتئین هیدرولیز شده گیاهی داره. از طرفی نگهدارندش خیلی ایمنه، 1 و 2 هگزاندیول هستش. سورفاکتانت‌های بسیار ملایمی داره و به راحتی میتونیم به عنوان مصرف روزانه از این شوینده استفاده کنیم و به تقویت سد دفاعیمون هم کمک کنیم. ترکیب منحصر به فردی که من توی این محصول دیدم و برام جالب بود ترکیبی به نام اکتوئین که یک آمینو اسید غیر پروتئینی هستش و از میکروارگانیسم هایی که توی محیط های سخت‌مزه نمکزارها رشد میکنن مشتق شده. این ترکیب کمک میکنه که استرس سلولی کم بشه، التهاب پوست برطرف بشه و سطح دفاعی پوست تقویت بشه. خب این ویژگی هاشه که این محصول انقدر جذاب میکنه. در نهایت این محصول فاقد عطر و الکل و اسانس و رنگ و سورفاکتانت‌های آنیونیه، همچنین فاقد نگهدارنده های غیر ایمنه، همچنین حاوی ترکیبات هومکتانت و آبرسان و تقویت کننده سد دفاعی خیلی خوبیه و من انتظارم از یک شوینده مناسب همچین چیزیه. خیلی ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید و کاربردی واقع بشه. اگر که به مطالب این چنینی علاقه‌مند هستین میتونین که توی دوره‌های من شرکت کنین. من این مطالب رو با جزئیات کاملتر و با مثال‌های بیشتر براتون توضیح میدم تا در نهایت ترکیب خوانی رو یاد بگیرین، تا در نهایت انتخاب‌های بهتری داشته باشین، بتونین به پوست دلخواهتون برسین. خیلی دوستتون دارم. روی ماهتون رو میبوسم. تا دیدار بعدی، خدا نگهدار. راستی ثبت نام بعدیمون 30 آبان ماهه. خوشحال میشم ببینمت.